نه یک بیستی داریم یا داره گوله نمی. روز چند کار میکنی گفتی؟ میگم 10 روپا 20 روپا که چی میگی خیلی پیسه 2 روز تمام گرفتم؟ خیر امروز گشنگی تیر میکنیم. اوه ماشاءالله. سلام کاکا، خوب هستی؟ اجازه است بشینم پالید؟ چی حال داری؟ والا اینمی کبال و کاغذ جمع میکنیم چیزی نداریم بیادر 11 سر اولاد داریم التماس خودم پایای عملیات است دست در میکنه هیچ چیز نداریم ولی اگر برای شب ولی اگر نان داشته باشه همی حالی آمدیم اشتکانان میخواهیم. چند نفر زنده خانه گفتی؟ 11 نفر. کسی یک کار نمیکنه؟ 11 نفر کارگر نداریم ما خودیم اینمی هیچ چیز نداریم به خدا طور هستیم چه چه خوب یک انگشتر مقبول پوشیدی؟ اصلی است؟ نه اصلی نیست یک نفر داده بوده نمیره بشخش. خب باز روز چند جمع میکنی بوتلا و یارک جمع میکنی؟ نیم کیلو هم نمیشه تا دیگر بگردیم صبح کی 6 بجه 6 نیم از خانه میبرین تا دیگر ولی اگر نیم کیلو هم جمع کرده نمیتونیم. اینال زمستان هم میرسه چیز پیدا کردی به زمستان؟ نه هیچ چیز ولی اگر با خدا اگر هیچ چیز پیدا کرده باشه گوشنگی مرده مالش قیمش کم است هیچ چیزی نداریم نار داریم نه پیدا همیال آمدیم نه پیسه نداریم مال چی نان ببریم. الله متعال مشکلاتتان حل کنه. نباشه اگر شما یک چیز کنی که کمک کنیم. والا ما با کمک نامدیم ما خود ما کمک جمع میکنیم. خب پیسه که داری باید پارتی باز ما ایره به غریبا میتیم. نه یک بیستی داریم یا داره گوله نمیره. 20 روپا خب با دستای خودت پارتی خیلی. روز چند کار میکنی گفتی؟ میگم 10 روپا 20 روپا که چی میگی خیلی پیسه 2 روز تمام گرفتم؟ خب خیر حالا خود گرفتی حالا خود چی کنیم حالا مجبور خیر امروز گشنگی تیر میکنیم. چی میگی؟ به خدا. اوه والا ماشاءالله سکو کاکا چقدر یک دل کلان داره میگه امروز در گشنگی تیر. خب فکر کو 20 روپا را که دادی خدا شاید بر چند برابرش پس بتنی به خبر زنده باشی اگر دادی اینا تا روز قیامت باورت میکنیم و شما خیلی این دخل از خودت اینال مایدش که بگی که خدا بر چند داده داشته است. خب مایده کنیم همینجا پرتش زیر پای. اوه ماشاءالله. حالا حساب که ببین که چند دانه از داشت. باشه چشمای من مال نببینه بیادر گوه چشمان کور هستیم. چی میگی؟ با خدا اگه یه چیز دیده صحیح نمیتونم. یا 50 است؟ نه یا 500 است. خب 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 و این هم بیستی خودت آمینه زنده باشی بیستی خودت پس بر خودت. خدا خیرات شما قبول کنه. خواهش می‌کنم بخیر. اینه میتونی که گفتی روز 20 روپا کار میکنم دیگه میتونی که یک ماه دو ماه کار نکنی اما بتونیم دیگه هم برات کمک خود زنده باشی خیر ببینی خدا روز قیامت زنده باشی. موفق باشی. یعنی امروز یک درنان میخریم دعا برای سرخان برات میکنیم خیر ببینی دوستان این لینک ها مشاهده میکنین برنامه ادامه داره البته ما باشه چیزا رو پس باید جمع کنیم.